خدمت بینندگان رادیو نازوکس به برنامه دروغ یا راست، یا بهتره بگم true or false، خوش اومدید. تو این برنامه از ما هر قسمت 2 تا داستان میگیم و شما حدس بزنید که اون داستان دروغ بوده یا راست بوده. جوابش البته آخر برنامه ما به شما میدیم. فقط دوست داریم که شما بعد از اینکه داستان رو من میخونم حدس بزنید که آیا داستان واقعی بوده یا اینکه ساخته ذهن از ما بوده. البته قبل از اینکه ما سراغ داستان ها بریم، لطفا شما یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید که ما در واقع بتونیم محتوای جذاب ترزی واسه شما تولید کنیم. اولین داستان گربه و ماشین پولشمارزه. تو یکی از شهرهای کوچیک چین مردی موفق میشه گربه ای رو تربیت کنه که توانایی خاص و بی‌نظیری داشته باشه. این گربه میتونه با دقت شگفت آوری اسکناسا رو از بقیه پول‌ها مثل سکه ها و چک ها تشخیص بده. مهارت این گربه به قدری جالب و بی‌نقص بود که حتی وقتی مقدار زیادی پول کنار هم قرار میگرفت او بدون اشتباه اسکناسا رو جداز میکرد. شاید درباره این گربه نابغه خیلی زود تو محله پخش میشه. از اونجایی که صاحب گربه مشتری ثابت بانک محلی بود، کارمندان اون بانک هم از توانایی اون گربه مطلع شدند. ماجرا وقتی جالبتر شد که بانک تصمیم گرفت برای چند ساعت تو روز به جای استفاده از این دستگاه‌های پولشمارز این گربه رو قرض بگیره. حضور این گربه تو بانک نه تنها سرعت کار رو افزایش داد، بلکه باعث شد مشتریای بانک نیز برای دیدن این نمایش حیرت انگیز صف بکشند. خیلی زود رسانه‌ها به این ماجرا علاقه‌مند شدند. خبر گربه نابغه تو تلویزیون و روزنامه‌ها پخش شد و مردم از شهرهای اطراف به اونجا می اومدن تا این گربه شگفت‌انگیز رو از نزدیک ببینند. گربه کنار دستگاه پولشمار بانک روی صندلی کوچیک و مخملیز مخصوص خودش میشست و با دقت به کارش ادامه میداد. حتی برخی از مشتری‌ها به این گربه انعام هم میدادند. تو پایان روز هم یه بشقاب از بهترین غذای گربه‌ای رو به عنوان جایزه به این گربه میدادند. این ماجرا تا مدتی سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم بود. شاید بشه گفت که این گربه یکی از اولین حیواناتی بود که تونست جایگزین تکنولوژی بشه. خب این از اولین داستان زماز بود. داستان بعدی داستان مردیه که شهاب سنگ به خونهش برخورد کرد. تو سال 2015 است. یه مرد تو اندونزی که در حال خوردن چای تو حیاط خونهش بود به بدبختیاش فکر میکرد. به اینکه تا که این زندگی مسخره رو قرار ادامه بده فکر میکرد. به کار خسته کننده که هر روز مجبور بود بکنه فکر میکرد که یهو شهاب سنگی بزرگ به سقف خونهش برخورد میکنه. پشماش میریزد. یعنی قبل از اینکه بخواد سراغ شهاب سنگز بره اول پشماش رو از زمین جاروز میکنه، بعد میره تو خونه. میبینه که بله یه شهاب سنگ اندازه 2 تا کف دست پرت شده تو خونه. یعنی از سقف خونه اینجوری فرت افتاده تو خونه. برش میداره میبره با خودش موزه. این شهاب سنگ هم البته بگم دیگه وزن 4 کیلوگرم بوده تقریبا که توسط همون موزه خریداریز میشه. مردم با پولش یه دونه قصر واسه خودش میسازه تو اندونزی. خب حالا وقتش حدس بزنید کدوم یکی از این داستان ها واقعی بود، کدومش کار ما و تخیلمون بود. به نظرتون داستان اول، داستان گربه و ماشین پولشمارز، واقعی بود یا دروغ؟ بله این داستان ساخته رادیو نازوکس بود. بله درست حد زدید. نه گربه اینجوری داشته باشیم که مشکلی نداریم. ما الان گربه داریم دیگه. اصلا اینقدر باهوشه است اصلا فکرش هم نمی کنیم. خیلی باهوشه است به طرز عجیبی. اصلا من نمیدونم آیکیوش چند است واقعا. ما داریم دیگه همه چی داره الا هوش. واقعا همه چیز داره الا هوش و ذکاوت. سراغ داستان بعدیز میریم. داستان دوممون مردی که شهاب سنگ به خونش برخورد کرد. به نظرتون داستان واقعی بود یا اینکه ساخته ذهن ماست؟
بله داستان واقعی بود. تو سال 2015 شما گوگل سرچ کنید این اتفاق تو اندونزی افتاده و طرف میلیونر شده است. شانس دارم دیگه. حالا ما صبح تا شب زندگی روتین زویز بروز و بیاز و این کار بکن اون کار بکن، از این پول قرض بگیر، از اون پول نمیدونم ویدیو یوتیوب ضبط کن، نمیدونم به اون بگو آقا لایکس بکن، نمیدونم به اینکی بگو آقا کامنت بذار و اینا. هیچ خودموزو به در دیوارز میزنیم، هیچ اتفاقی نمیافته. بعد این داشته چایز میخورده تو حیاتش یهو فرت میلیونرز میشه با زدن یه بشکنز. خب این برنامه همزون تمام شد. تا برنامه بعدیز و داستانهای بعدیز مراقب خودتون باشین.